امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب روزه باب گذاشتند به عنوان باب الحائض تترک الصوم و الصلاة. باب در این باره که شخص حائضه ترک روزه و نماز میکند، یعنی زنی که عادت ماهانه دارد در ماه مبارک رمضان هنگامی که عادت خود شروع کرد در آن وقتها روزه نمی دارد و نماز هم نمی خواند، ولی بعد سپری شدن ماه مبارک رمضان آن روزهایی که روزه نداشت آن را قضایی داشته می دهد و نماز را قضایی نمی خواند. نماز از ذمه او ساقط می شود اما روزه را قضایی می خواند. وقتی که زن در ماه رمضان عادت خود را که دید آن روزها روزه نمی دارد و نماز هم نمی خواند و بعد سپری شدن رمضان در مدت 1 سال آن 5 روز یا 3 روز یا 4 روز یا 7 روزی که طبق عادت زنها، عادت هر زن هر خیل است، علی همان روزهایی که روزه نداشت تا سال آینده رمضان نوبتی نرسیده قضایی خود را باید بخواند، اما نماز را الله سبحانه و تعالی عفو کرد و این از مهربانی الله سبحانه و تعالی هست و این از آسانی دین مقدس اسلام است که واقعا بعد 25 وقت نماز را در ماه آینده خوانده دادن برای زنها مشقت می شود و شریعت مشقت را نمی خواهد و المشقت تجلب التیسیر. یکی از بزرگترین قاعده ها این است که مشقت آسانی را طلب می کند و الله تعالی برای مردم دشواری را نمی خواهد بلکه آسانی را می خواهد. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.